لذت تماشای یه سریال جنایی پرهیجان یا یه کمدی جدید زمانی کامل میشه که اون رو صفحه بزرگ تلویزیون و با کیفیت بالا ببینید. اما خیلی از کاربرا موقع استفاده از فیلمنت روی تلویزیون با چالش‌هایی روبرو میشن. مثلا استفاده از کابل HDMI که دست و پای آدمو میبنده، یا کست کردن گوشی علاوه بر قطع و وصل شدن مداوم کیفیت تصویر رو هم از بین میبره. اما بدترین قسمت ماجرا کجاست؟ اونجایی که بالاخره یه فایل نصبی پیدا میکنی و با فلش مموری روی تلویزیون میریزین، اما متوجه میشین که برنامه فقط با موس کار میکنه و ریموت کنترل تلویزیون عملاً بلا استفاده است. همه این دردسرها فقط یه دلیل داره: استورهای خارجی نسخه استاندارد و مخصوص تلویزیون برنامه‌های ایرانی رو ندارن. نت استور یه فروشگاه اختصاصی برای نمایشگرهای بزرگه که با یه هدف ساخته شده: دسترسی رایگان شما به اپلیکیشن‌های مورد نیازتون در بهینه‌ترین حالت و با امنیت کامل. نسخه فیلمنتی که در نت استور قرار داره دقیقاً برای ابعاد تلویزیون و کار با ریموت کنترل طراحی شده، بدون نیاز به موس، بدون افت کیفیت و کاملاً تمام صفحه. چطور فیلمنت رو از نت استور نصب کنیم؟ 1. برنامه نت استور رو باز کنید. 2. در کادر جستجو کلمه فیلمنت رو بنویسین. 3. روی آیکون برنامه کلیک کنین و گزینه نصب رو انتخاب کنین و تمام. به همین راحتی فیلمنت روی تلویزیون شما آماده استفاده است. جذابیت ماجرا اینجاست که نت استور فقط به فیلمنت محدود نمیشه. با نت استور به یه مجموعه کامل دسترسی دارید. از اپلیکیشن‌های پخش زنده و برنامه‌های آموزشی گرفته تا بازی‌های جذابی که مخصوص تلویزیون طراحی شدن. اما اگه تلویزیونتون هوشمند نیست، اصلاً نگران نباشید. نت باکس این مشکل رو کاملاً حل می‌کنه. خوبی نت باکس اینه که نت استور از قبل روش نصب شده، یعنی به محض اینکه دستگاه رو روشن می‌کنید به کامل ترین منبع اپلیکیشن دسترسی دارید و هیچ محدودیتی برای نصب برنامه ندارید. با نت باکس لذت تماشای بی‌دردسر فیلم و سریال فقط به اندازه چند تا کلیک با شما فاصله داره.